که تلفن‌هایی که چیستا برای بازی پوکو X6 Pro از تلفن آیا میکنن در این کامپیوتر چه می‌بینیم چی داره چی نداره درباره خاراکتریستیکاش یک کم تر معلومات میتونیم بذاریم کدام تلفن زکاس کردن این نمره که در طرف هست میتونین زنگ بزنیم اما نمونه تلفن رو زکاس کنید یا که میتونین تلگرام کانال ما در روی نفر هم تلفن رو ببینید این پوکو X6 Pro چیستا برای بازی چیکار می‌کنیم باز می‌بینید در این کامپیوتر چی هست چی نیست. Так, درباره خاراکتریستیک تلفن کم تر گپ بزنیم. تلفن процессорش Mediatek Dimensity 8300 خیلی процессор قوی باشه. باتریکش هم بخواد عجیت ذریعت هم زور باشه. انا ترکیب کردن کاراکتر بالا هست. داکیومنتاسیاش و در اینجا چخول داره که اصلا برند ایمینا همین فیرمای ردمی چخولای سیاه می‌دهد در کامپلکتش. فکر می‌کنم اپلیکیشن کارو یعنی در اینجا داکیومنتاسیاش هست. دالش چی داره بود؟ دالش خیلی تلفن‌ها هست. تلفن‌ها می‌بینیم اول ببینیم که زرنگ چیکاری زرنگ کنه. در اینجا زرنگ 60 تا 20 زرد داره با کابل داره کامپلکتش. با کامنتار نمی‌نویسن که ناوشین چیکانی ناوشین نداره درنش داره уже ناوشین تایمو داره اگر نمی‌مونن درنش. так این خود تلفن سویت سیاه 64 مگاپیکسل کامera اساسی شد با تلفن چا با فکرم که لوگوی کس نماکن باشه این برای بازی زوری باده نکنه کسی که بازی کنه دست داودوب میاره مقصد چلیکا همه جا دم میرسد برای کدام زکاس کردن نمره بالای کن نمیتونه زنگ زکاس کنیم پوکو X6 Pro 5G چارجین 5G کدام زکاس کردن نمیتونه سینه و زنگ بزنید زکاس کنید انشالله دسترس میکنید یا کدام خریدنی باشه اگر مرامت آدرسوی ما شهر مسکو مترو سایوفتی چهارم بخد از آخر ویدیودا میمونم که ایدروی مترو چقدر تو مگزین مورا اومدن ممکنه ای تلفن هست 356 گیگا نرخش 31000 روبل هست 512 گیگا نرخش 35000 روبل مرامت میتونید زنگ بزنید زکاس کنید یا که با مگزین مورا بیارید این ویدیوی ای مترو تو مگزین اومدن مورا تماشا کنید. Следующая станция Савеловская. Потом вот так пойдешь, потом вот так пойдешь, потом брызги. Потом умрет дегенде мазар. Так пойдешь, так пойдешь, так пойдешь, так пойдешь. شما آمدین با مگزین سایف موبایل همان نمود تلفن ها را شما میتونید اینجا زکاس کنید یا که آماده ای پیش خریداری کنید.